در همین جا منتظر شوید. از آمدن تو خبر میدیم. مایلش. در بیرون شما را مهمان ها انتظارند. گوی در آیند. حضرت سیدا شما را انتظارند. رفتیم. السلام علیکم حضرت سیدو. و علیکم بر سلام. با نزدتون دکتر دهه آبی کلان را آوردم حضرتم. نامی تو در منطقه مشهور شده است آقای دکتر. خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت. سبب و حکمت زیارتت را دانستن میخواهم آقای دکتر. با بازی های تشکیلات گروهی محافظان در آب کلان از بین رفت. ده همون به محافظان مانده به دست تشکیلات افتاد. مردم را عذاب و شکنجه میدهند. کسی که بر ضد تشکیلات سر بردارد جزایش میدهند. واه ظالم ها، واه کافر ها. از دستیان شیطان صفتان بی ایمان همه چیز را انتظار شدن ممکن است. راگرد چرا انتظارم؟ برو پرانم رود. سلاحات را فراسینان. خز از جایم. الو. قوطی روغن را با بازار بردیم. خوب شما مونید، من آماده میگیرم. مایلش ما میرویم. همین که قوطی روغن پر شد خبر ده آماده میبریم. بعد از 10 دقیقه در همونجا میشوم. مایلش بیا رفتیم سینان. مرا با کشم خیرت از جایت. زودتر. همه تون آدمون یک بطل گوهید. نصیحت کردشان میکنید. نزدیکند آن روزهایی که از چرتهای کوهی به شبهای تاریک ریختن هم نمیتوانید. همه گروهتون فوش میشود. خاموش ابله، خاموش. سینان کامرو، یک نفر از گروه ایتن آمده است. ابله تو را میکشم. یک طرف است. گبزن چی گب شد؟ کلی گبزن. دکتر مرا به دام افتاند. من مسئول انجام گفتم. تو چی ها میگویی ابله؟ گبزن با ایتن چی شد؟ ایتن در کجاست؟ به فکرم او نمرد. او را دستگیر کردند. تو حیوان ها. یعنی همین طوره؟ هیچ نباشد جوهشان را میدانیم. مراد گفت که شما کمک کرده میتوانید. خواطر نشو آقای دکتر. با مدد الله ده را با آن کافران نمی سپارم. براحت باش. قرآن زمین را برای ما امانت سپاریده است. مالمان را با آن کافرها نمی دهیم. در هر جایی که آنها را بینیم نیست کردن برای ما فرض است.
اما کار با سراسیمگی نمی شود. باید همه‌شان را نست کنیم. باید فرصت مناسب را یابیم تا آن کافرها زنده نمانند. حالا وقتی نماز رسیده است، بیاید نماز را با جماعت خونیم، بعد نشسته فکر میکنیم. با آقای دکتر را نشان ده. مراد. خوب شد از حضرتم. تو با حضرت سیدا چطور آشنا شدی؟ مکای؟ فکرهای عجیب دارد. ایستا، بس کجا میروی؟ ایستا کمک کنید حضرت. چه شده است؟ کاری گبزن؟ حضرت مرا دستگیر کردند. وقتی که با پسری خالم جنجال میکردیم، ما را گروهی ضد تروریستان دید. ما را برده در نظارتخانه محکم کردند. به نان و آب نگاه داشته خیلی زدم. گفتم برای نماز خواندن کمی آب دهید. باز زیادتر زدند. نگذاشتن که نماز خوانیم. حضرتم شما حق هستید. این آدم ها به ما مسلمان ها ظلم میکنن. حضرتم گفته های شما راسته. انا کاری دولت را دیدید. من به شما گفته بودم که دولت کافر است. دولت بدین است. آدمانش وجدان ندارد. آنها چه خیلی که خواهند ما را استفاده برده، بعد از ما رها میابند تا روزی که ما غالب نآییم. این جنگ دوام میابد. دولت بدین یا کافر نیست. من مقصد شکنجه دهنده ها را میدانم. دولت گناهی ندارد. باید این بازیگران را شناسیم. آدمان مثل شما باید فریفته چنین بازی نشوند. تو میدانی که قرآن و آیت و حدیث چه هست؟ یکان بار نسخه هایش را خوانده ای که این ترجمه میزنی؟ من نمیگویم که علم دارم، اما از صحبت های بابا ابراهیم بسیار چیزها را فهمیدم. بابا ابراهیم؟ شخصی که علم ندارد مرتبه دینی هم داشته نمیتواند. در صحبت های بابا ابراهیم فیض نبود. من او را با فیض میدانستم و با فیض دیده بودم حضرت سیدا. دکتر رفتیم. مرحمت. بیا رفتیم برادر. معلوم است که این دختر برای اغوا انگیختن آمده است. او بی‌شبهه جاسوس است. قتل آنها واجب است. خوب شد از حضرتم. شما چیکار کردید آقای دکتر؟ مگر به حضرت سیدا زید میبرید؟ چرا؟ در اینجا هرچی سیدا گوید همان میشود. کسی به او زید نمیبراید. میفهمید؟ همه او را مثل راه بلد میدانند. او را مهدی آخر زمان میشمارند. من به نماز جماعت میروم.
آها به دست افتادی. کلی گمزن در کجایند؟ گمزن آخی شد او را سرده باتن سرده به من گوش کن خاله. یا گب میزنی یا دخترت را در کوه پاره میکنیم. پاره میفهمی؟ اگر دخترت را به دست این شخص سپارم استخوان‌هایش را هم نمیابی. گبزن آخیر گبزن خاله گبزن ایتین را به کجا بردند؟ گروه دکتر در کدام جهنم جای گرفته است؟ در غار هستند. در غاری که در طرف شمال است. برای ما پسند است. تشکر خاله. رفتیم. راه گردید. باتن زودتر با من بیایید. آها این در محکم است. کنی زودتر. خدایا خودت به آنها کمک کن. آنها را محافظت کن. مرحمت دکتر. خدا راضی باشد. برین کوره به درمان خاله زلال چی شد که به فکر فرو رفتید؟ سلیمان را فکر میکنم. اول مرده است میگفتم. در حبس خانه زنده بودنش را شنیدم. زنده باشد چی؟ با کی فایده رسانده است؟ در این قدر سال یک بار هم احوال ما را نپرسیده است. از این پس هم دیگر ما را نپرسد. شما هم دیگر در رزد من نامش را نگیرید. بس این دخترم این طور نگوی. شاید به سر او هم بلای آمده بوده است. فرصت یافته به ما خبر فرستاده است. خالم راست میگویند برفین. حقیقت را ندانسته نباید گپ زنیم. کودک ها را گرفته دیگر را ترک کن میگویم. چرا این طور گفته است؟ البته سببی دارد. هم خودش هم سببش گم شوند. برفین بی‌ادبی نکن. او پدرت است. شخصی که ما رو به سایه پرداخته رفته است من او را پدر نمیگویم. پدری من مرده است. من همین خیل میدونم. من رفته کمی هیزم جمع کنم. من میروم خلا. من هم میروم. خاله زلال شما نروید. ما رفته جمع میکنیم. نه دخترم من میروم. کمی هوای تازه گیرم. شاید عصبهایم آرام شود. بخیر زیلال. با بچه ها برای جمع کردن هیزم می رویم. زود برمیگردیم. مایلش با دقت باشید. دور نروید. برفین مادرت را ذکر میکنی. به گپ‌هایت اهمیت ده. کمی آروم شو. امکی حامد با او چیکار میکنیم؟ با سربازان میسپاریم. امک بیایید من او را بوده سپارم. صبر کن. نمیشود الدا. باید آمدن طاهر را انتظار شویم بعد میبینیم. خیر مایلش یولماس.
بیهوده انتظار نشوید. سینان مرا در دست شما نمیگذارد. تو دمت را گیر ابله. این از من است. من یافتم. نروید بچه ها. نگوره زیستو. دور نروید میگویم. در اینجا چیکار میکنید به ناموس ها؟ کنی زود اینها را گیرید. سردیه. زودتر گیرید. زودتر دارید. گفتم بچه ها. سردیه در چی بکنه؟ سردیه برو. سردیه زودتر راه گردید. سردیه میگویم. راه گردید. چرا؟ دمت را گیر. گم نزن. سردیه راه گرد زودتر. راه گرد. چه خودت را با آخه میکشی؟ سردیه. راه گرد. و پیش نگاه کن. راه گیر میگویم. خدایا من اکنون چی کار میکنم؟ کسی از جاش نجنبد. کنی اونها رو احاطه کنید. زودتر. علی کسی از جاش نجنبد. سلاحات رو بذارید. گفتم. شما گفتم مرا نمیگذارد. سلاحات رو گذارید. زودتر. اگر خطاگیری کنید همه تان را کشته همینجا گور میکنیم. زودتر سلاح را گذارید. مایلش نگذاریم. گذارید بچه ها. همینجا زود باشه. جمع شده. زودتر برای خطه آنها برآمده است. زودتر زودتر کشا. تمام شد. پرانید آنها را. سرده نترس پسرم. نکنید. زودتر. سرده. دست نکنه. بیادبی نکنید که بپرانم. دیدا. در خواهی رفته پیش را گیر. پدر بیشرم یک سر بیسته. بسن را گره. کسی از چوهش جنبا. نیشانگی نکنه. جیمو آسان پرانید. پدر خدایا ما چی کار میکنم؟ خودت با ما کمک کن. خدایا ما را ترک نکن. اکا آرام شوید. تمام عمر. علی آرام شو. ایستید نپرونه. پدر جان اینها را نپرانید. برای چی؟ چرا نپرانند؟ در اینجا کشتن اینها خطا است باطن. چرا خطا بوده است؟ اینها را در دهه میکشیم. باید کاری کنیم که مردم اینها را دیده چشمشان ترسد. بله راست میگی، این بهتر است. باید به طاهر خبر رسانم وگرنه همشون رو میکشند. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم لك السلام و منك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الو. دکتری آبی کلان برای کمک به نزدم آمد. اما بعد
در بین همه تشویقات دولت را کرد خائن. وقتی که این خائن همه را اغوا انگیخت، من قرار قتلش را برآوردم. تو خودت کی هستی که از پیش خودت قرار قتل میبرآورده ای؟ با تو تشکیلاتی دینی تشکیل کن گفتیم، از پیش خودت کار کن نگفتیم. از آنه که فکری کشتن دکتر را میکنی خوبش او را طرفداری کن، از دکتر استفاده بر، هم آب کلان و هم منطقه را با آسانی به دست میاری. الله اکبر. السلام علیکم. سلام. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا قبول کند. تشکر. خدا قبول کند. کاپتان، من میدونم که از بالای من شکایت کرده ای. نوشتی که من با تشکیلات همکاری میکنم. چونانه که میبینم دروغ هم نیست. با تشکیلات گویا مجادله میکنی، اما خدا میداند چیکار ها کرده ای. نه، تنها خدا نه، باز تو هم میدانی. و من نگر ابله، حاضر هرچی در باره من میدانی نقل میکنی. چیزی برای گفتن ندارم. اگر میشد هم هیچ گاه نمیگفتم. نه، ایموری ابله، چرا یک روی میکنی؟ گامزن آخی! باری آخی را میپرسم، در دست در خصوصی من باز چی دلیل ها داری؟ گامزن آخیر، با کی باور میکنی؟ تو چی فکر میکنی؟ همیشه همین طور میشود. یک روز همه کارهای آشکار میشود. از همه پیش تو میسوزی. یعنی اول من میسوختم ها؟ لیکن این کار چطور میشود؟ خواطر نشو، همانده است. آدمان مثل تو عمری دراز نمیبینند، چون که از طرفی آدمانی باوری نکشند نیست کرده میشوند. جواد را گیر ابله. با من نگر. لبای سردارم. برای او را با هوش آوردن آب بیار. خوب شد سردارم. نبادار!
تیر روغن گریخت. به طرف شما می رود. او را از دست ندهید. پیش از اون که به آن بار رسد نیست کنید. مایلش با کدام طرف گریخت؟ به طرف قرارگاه. فرما. راگا نیستید راه کردید میگویم. زودتر راه کرد. زودتر میگویم. راگا چرا ایستادی باطن؟ یوز گریخته است. چی؟ گریخته است؟ با طرف قرارگاه گریخته است. من مسئله اینها رو میبینم، شما روید. مایلش آرکین لابای سینام بیا با طرف قرارگاه میرویم. زودتر رفتیم. برات پسرم، برات. ایستید خاله، چی میخواهی؟ من مادری دخترم. پسرم در نزدی سیدا است. او را دیدن میخواهم. دکتر با حضرت صحبت کرده ایستاده است. خواهش میکنم آنها را ناراحت نکنید. قربانت شوم پسرم را جیغ زن. برات پسرم. داد نزنید. مادر پسرم سلاحداران ما را دستگیر کردند. همه را جمع کرده به دیه بردند. خواهرت یلمرز حامید همه‌شان را در دیه میکشند. زودتر پسرم آنها را نجات ده. مادر تنها من و مرادیم، دیگر کسی نیست. برفین میمورد. خواهرت را میکشند میگویم. به خیر است. چی شده است آقای دکتر؟ مادرم خبر آورده است. سلاحداران خواهرم، شوهرش و عمک حامید را کشتن میخواهند. دیگر وقت برای فکر کردن هم نمانده است. با ما کمک میکنید؟ خدا جزای شما رو میده. از خدا ندارد را سر دیه برای این بشرفی و بیرحمیتون خدا جزای شما رو میده. نامم خود Jak człowiek z domego ja! خدا جزای شما رو میده. اسمان رو وزیجو رفت. امینو بس نزن این رو نزن. اسمان وزیجو رفت. رفت جزای شما هم میرسد. پدر ایستا دخترم، من کار دارم. پدر تشکیلات برفین اما که حامید یلمرز دیلو و عبدو را دستگیر کرده به دیه آورده است. با من چی؟ مگر من سربازم، من کار ندارم. ندارم پدر. تو چی کار میکنی؟ مسئولیت میکشند، همه‌شون رو میکشند. پدر زودتر بیایید. به اینجا بیا، به اینجا بیا دیوانه. اینجا بیا. یعنی بیایید. فرانید او را. فرانید. فرانید. مثل خرگوش میگوریزد. او را پرانده و فکرم زخمی است.
و خدا دور نارفته دستگیر می شود. کریزوتر این کیست باز زنگ میزند الا شد خواطر نشوید کماندون را پروندیم. باید آن روغن به انبار نرسد فهمو؟ کار را تا آخر به اتمام رسان. خوب شده است بیاید میرویم. کمی دیرتر در دستمان می شود. کماندان یوز بیاتلی حالا هم یافت نشده است. به دقت گروه ها سربازان شهیده که در گروه یوز کماندان بودند باید از طرف دیگر سربازان یوز کماندان به مرکز رسانده شود. به دقت گروه ها. خوب. در خصوصی سربازان مرده شبهه‌ای نیست. همین که یوز را داریم همش حل می شود. گوش میکنم سردارم. عبدالله به آبی کلان هجوم میکند. فرمان را من دادم و دکتر کمک میکند. تو به آبی کلان رو. باید اول دیه را از سلاح داران تازه کنید. آن وقت از دولت امیدشان را کنده به عبدالله تسلیم میشوند. یعنی خلاصه تو به مردم جبر میکنی. آن وقت مردم به عبدالله پناه میبرند. Egon korkuyor doktor. Kuvvet bile reis. من به شما چی گفتم بودم؟ مگر به تشکیلات سربرداشتن کنم عبدالله ها صدارت ها حالتان عملی برتر شد نهانه سربار گفتم که با اینا سربار نشانه سربار چی کاره کرده باشن جزایشون را میگیرن آنها را داشتن میبرن دیگر کاره کرده نمیتوانیم اخلاقان رو کار فرمایید فهمیدید ابله‌ها اینها دوستانی دختورند دشمن و خائن تشکیلاتند جزای اینها آهسته آهسته مردن است برای چی رو فیگون بلندتر ببراید یک درویز خزبون یک درویز شو تو برو دشمن کماندون رو نپرونید با خدا نمیروم خزبون جسارت رو بینه نمیروم میگوید برای من فرق ندارد تو یا وی برو پرون او رو نه بیناموس خزبون خیلی دکتر کماندون این دختری بد است کمی حقش نمیرسد ببخشید کمی دختری دیوانه است رئیس تا یک دم با این احوال به قرارگاه رفتن نمیتوانم دیه‌ام نزدیک است خوبش به نزد پدرم میروم خیلی زود باشید راه گردید
از راه دور آمدیم صدایم بد نبوده است حاجت به بلندگویک هم نیست اما آمدیم از راه دور آمدیم سلاح را گذاشتم نروید کافرها را کشید کافرها را اما کیامید شما خوب هستید؟ تمام شد. خوبم. تو خوب هستی برفین؟ خوبم خاینی بیشرف. برفین مادر جان. الدو یک طرف ایستید. بیاد یاری بیاد. من نقطه تیبی روید. الدو با نقطه تیبی روید. الدو با اینجا بیا. با این طرف. کافرها همتان میمونید کافرها خدا راضی باشم. برادران حضرت سیدا امروز در اینجا نماز شکر میخوانند. اگر خواهید به مسجد آمده وعظشان را گوش کنید دعای حضرت سیدا را گیرید. خدا شما راضی باشد. خدا شما راضی باشد. یولماز کجا میگرزی از سگی پلی کجا میگرزی شد برادر یکی قیستا به خدا تو مرا نادرست فهمیدی من تو چی کار کنم نزدم با تو چی کار کنم گفتم پلی از سین و سالان هم شرم نمیداری ها تو چقدر انسانی بیناموز بودایی تو را کشم هم من با تو چی کار کنم نزدم کو یک دکتر ایران گیر این مرا دیوانه میکند این را گیر تو را اینجا برس خلادم است گم را نمیفهمد و من تو را نزدم مرا دیوانه میکند داهیر مرا دیوانه میکند آخیر رمز اینجایه شد تمام دیوانه را بین قریب مرا بکش اما شلاق را خورد خوب شد صدق الله العظیم پدر جان پسرم پدر جان این چه احوال است با تو چی کار کردن تو رو پروندن سلاح داران از پسم هستند پدر به قرارگاه رفتن نمیتوانم راهم را بستم مرا زود پنهان کنید پدر مهلش کنی بیا تکیه کن با من تکیه کن کنی بیا پسرم اویستا بیا اویستا وقت ایتن خانه را کابید همه جا را کابید فهمم زودتر
ایتن در اینجا بودن قماندان را از کجا فهمیدی سینان؟ از روی حجتهایش. قماندان اکه یلدوز خودمان است. پدرشان رئیس ده هست. اینجا باشد خانهشان است. اینجا چه شد؟ در خانه کسی نیست سینان قماندان. چه نیست؟ ابله دیدم سینان قماندان. سینان؟ کن یک طرف است. راست میگویی، در اینجا خون هست. ایتن همه جا رو میکوبیم. ده را تگورو میکنیم. او رو نیافت از اینجا نمیرویم. بیایید میرویم. کنی زودتر. پدر زود به قرارگاهم رفته. در اینجا بودنم رو گویید. آماده مرا برند. بیسرم احوالت بعد است. با تو اول دکتر لازم است. بعد من به سربازان خبر میدیم. من رفته دکتر رو بیارم. اما که یک مدت استراحت کنید. مایلش اویست. بیا رفتیم. تشکر. قزبان سخت در میکنم. این چی طور صحت میشده باشم به خدا نمیدونم. خموتر نشو والدو. دکتر در همین جاست. من هم در همین جایم. تو معالجه میکنیم. صحت نشن انشالله. الدا تو هم با ماییست. من هر دویتون رو نگاه بین میکنم. خدا راضی باشد. کنی خیز. بیا. بسیار خوب. بیا. اویست. گلا در انبار چقدر دور مونده است؟ نمیدونم. حاضر رفتم میبینم. بلش. آقای طاهر. چی شد دیلا؟ در آنجا کسی هست. کیست در اونجا؟ سلیما؟ تو چی کار میکنی؟ در همینجا در موندم. بر اومدن نتوانستم. مرا میکشند. نتر سلیما، کسی با تو نمیرسد. کنی بیا به این طرف. طاهر با من کمک کن. مرا از ده برار. باید به قرارگاه برگردم. نه سلیما، تو رو با اونجا فرستادن نمیتوانم. آخر احوال مردم رو دیدی، کاری تشکیلات رو هم دیدی. بهوده خودت رو عذاب نده. در این موضوع چی فکر کردنم رو میدونی. عوض نمیشود. سلیما، عوض میشود. این دفعه کارها به خواستی تو نمیشود. مرا سرده طاهر. مرا سرده طاهر. رفتن سلیما از من نرنج. این کارو کردن نمیتوانم. مرا سرده مرا باید روم. این هم شده از تشکیلات بود. ایستد. راست میگه بچه ها. او در اینجا چکار میکنن؟ خبر روید. دفشم از اینجا. سلیما دخترها. پدر؟ همه کارهای همین هست. خواهش میکنم. خبر روید. در اینجا چکار میکنید پدر؟ در اینجا چکار میکنید؟ اکاد یاوز اومد. دخترم او رو عذاب دادند. اگر احوالش رو بینی بعد باور میکنی. از پایش تیر خورده است. زودتر روید وگرنه پسرم میمیره. ای خدا. اما کیوریف شما رفته به سربازان خبر دهید. من سلیما رو گرفته زود میروم. مایلش پدر. یاوز رو پنهان کردم. او رو یافته نمیتوانید. شما رو به نزدش بردم میرسانم. بعد به قرارگاهش میروم. مایلش پدر. میرویم. آماده شوید. با دقت باشید. از مسجد تنها 4 نفر رو میگیریم. شیخ و 3 نفری با او بوده رو. همش فهمو؟ فهمیدیم. بله فهمیدیم.
حالا حرکت شروع میکنیم سردارم. به مسجد میدرویم. برادران دانسته باشید این تشکیلات کافر و بی ایمان است. اینها به خدایند. راست میگوید. خدا راست میگوید. آنهایی که به تشکیلات کمک میکنند در جهنم جایشان را آماده میکنند. راست میگوید. لیکن وقتی که تشکیلات بیدین باشد دولت دیندار است. نه این طور نیست. دولت هم بیدین است. در دست کافر هاست. راست میگوید. این دولت مکانی حرب است. خدا راست میگوید. جنگ نکرده با کی جنگ میکنیم؟ خدا نشان ندهد. تو از دست کافرها گرفتن این دولت با کافران جنگیدن، مبارزه بردن به هر مسلمان فرض است. بله راست میگویم. خدا سلاحایتان را برپایید. این به اجازت به مسجد در آمدن ممکن است. برای دولت، برای بقای دولت ممکن است. این طور خون ریختن ممکن است مگر؟ برای دولت اگر کعبه باشد هم زده می‌درویم. از گروه ضد ترور چتین سالهان برای فعالیت ضد دولت او را دستگیر میکنیم. این را هم گیره. با خدایت شما چی کار کردید؟ دمتان را گیرید. چی گپ است؟ پرتاید زنگها را. حضرت سیدا را سر دهید. روید. افغانمه. این چی بلا است؟ حضرت رو میبرن. برادرم آخر از آقا سلام خواهرم. جان
جان اکا جان با شما چه کار کردن؟ یوز قماندان خدا شفا دهد. تشکر طاهر تشکر. سلیما باید تی رو زودتر براریم فهمو؟ مایلش پدر شما هم نایستید روید. مایلش پسرم من زود بر قرارگاهت میروم. وای 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 رئیس. آن رئیس خودش آمد کو؟ تو رو در هوا میکفتیم و از زمین یافتیم رئیس. بخیر هستین قماندان؟ پسرت در کجاست ابله؟ کنگم زن. نمیدونم من نمیدونم. حاضر دانستان یا ندانستان را میفهمی کنی گذار راگرد. شما مسئله اینها رو بینید. من شیخ را میپرسم. اصلاح با کجا؟ مرا کشید اما حضرت سیدا را سر دهید. از بروی خود را سر دهید. دست نرسانید. راگرد چی نگاه میکنی؟ سر دهید. کی هستی ابله؟ کی هستی؟ یا اینکه مردن میخواهی؟ راگرد زودتر. حضرت سیدا با چتین شنا شدی عبدالله؟ او همراهی تو کار میکند. تو بر ضد دولتی بیدین گفته گپ میزنی. چتین باشد این را اثبات میکند. فهمیدم. من با عبدالله چورتو کار دارم چتین. تو با سینان مشغول شو. حالا هم کارش را حل نکرده است. خوب شده سردارم. نسبت و تو هیچ نمیزیبد عبدالله. و تو یک نسبی بهتر یعنی نسبی مبارکی میابیم. اصلا باید این مسئله را در دوره دانشجوییت حل میکردیم. فکر کردم که به اولاد پیغمبر مانند شود، نبی زاده شود. ولی نسبت نبی زاده شود ما همش را حل میکنیم. یوز آن آدم رو باید من کنید. از بالای شکایت نوشتم طاهر، اما برای اثبات کردنش یگان دلیل ندارم. آن اکنون شد. بعد از کاری با شما کردش دیگر او کارش رو دوام داده نمیتواند. او در حقیقت از گروه ضد ترور است. بله سلیما. سینان با او چه علاقه دارد؟ شاید چیز دیگری هست. این گفته هایتان درست بوده نمیتواند. چنان فهمیدم این آدم در منطقه اقوا میانگیزد. کوشش میکند تا منطقه در تاریکی ماند. تو هم از طرفداری تشکیلات دست کش. از این تاریکی گریخته رها یاب سلیما. کی بودنشون رو دیدی آخر؟ مرا ببخشید اما من با این چخل باور کرده میتوانم. اصلا باور نمیکنم. من از پس دعوای حقیقت هستم. برای آزادی مردم هرچی لازم چه خیلی آزادی سلیما؟ این لایحه غلامدارانی خلقی ما است. لایحه از دست مردم گرفتنی ارزش هایشان است. آخی نمیفهمی مگر؟ سلیما اکا درست میگوید. اگر با دیگر شرط های لایحه بخوری شاید مجبور میشوی که با هم دیگر سلاح برداشته تیرخوری کنید. سلیما این چخل دعوا است که اکاد را کشته آزادی مردم را به دست می آورده ای. یکمش تو به چشمونم نبینم باور نمیکنم که تشکیلات با دشمنان همکاری دارد.
дуюмаш ин тавр бошад ҳам ин ба он беномусон дахл дорад. ман ба ташкилот боварӣ дорам. ман ба даъвоям боварӣ дорам. маро аз роҳам гардонда наметавонед. سینان این گپ نمیزند. این دیگر چاره نیست. التماس نپرانسین را تو کماندان. میگویم گردن ابله میگویم افسران سلاح را بازه میگذاره. زود باشه. ما را احاطه کردن. برید آنها را. خدا شفا دهد عمک. من از گروه ضد ترور. خدا از شما راضی باشه. من هم به نزد شما میرفتم. پسر من کماندان است. او از دست تشکیلات گریخته است. حالا در کجاست؟ من شما را به نزدش میبرم. اما که اولیف دیر کردند. باید به قرارگاه میرفتن طاهیر. اگر خواهی تو رو طاهیر. من در نزد یکم میایستم. اگر سربازان بیان چیکار میکنی؟ میگریزم طاهیر. خدا شفا دهد قماندان. وقتی که به قرارگاهتان رسیدید به من خبر دهید. تشکر. خبر میدیم طاهیر. سلیمان، یک بار دیگر فکر کن. برای همش تشکر. تا بازدید طاهیر. تا بازدید. خاطر نشوید عمک. خاطر نشوید. شما را خدا فرستاد پسرم. اما که اولیف شما چیکار کردید؟ انا جای پنهان کردم انا همینجاست. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا ترکی پسم خدا از آچه شد و مسودا گوریز من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گریفتارم به چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر قسمت سرما کردی میده با خوشت